سلام عزیزان، امیدوارم که حال همگی خوب باشه. خب امروز قصد دارم که نحوه نصب سیستم عامل ویندوز رو توی مک های قدیمی که پردازنده اونها غیر از سری M هست به شما آموزش بدم. به طور کلی نصب سیستم عامل ویندوز توی مکینتاش به دو صورت انجام میشه. روش اول به صورت مجازی هست که با نرم افزارهای مثل پارالل دسکتاپ میتونیم این کار رو انجام بدیم. روش دوم روش بوت کمپ هستش. این دوتا روش فرق خیلی خاصی با هم ندارن، فقط بستگی به نیاز شما داره. اگه بخواین کارهای سنگینی مثل 3D Max انجام بدین یا مثلا بخواین رندر بگیرین، خب شما نیاز دارید که از حداکثر توان سخت افزاری خودتون استفاده کنید. برای این کار بهتره که از روش بوت کمپ استفاده بکنید. امروز هم من قصد دارم که این روش رو به شما عزیزان آموزش بدم. خب از توی قسمت سرچ گزینه بوت کمپ رو ما می نویسیم، روی بوت کمپ کلیک میکنیم تا باز بشه واسمون. خب اینجا کانتینیو رو میزنیم تا مرحله بعدی بره. بعضی وقتا زمان بره، بستگی به سیستم شما داره. خب اینجا دوباره باز کانتینیو میذاریم. توجه داشته باشین که ویندوز و یه فلش باید به کامپیوترتون در واقع وصل باشه. ویندوز هم روی دسکتاپ داشته باشین فایل ایزوشو که از همین دستگاه بتونه بخونه. خب اینجا ازتون میپرسه که فایل ایزوتون رو وارد بکنید که خودش اگر روی دسکتاپ باشه به طور پیش‌فرض تشخیصش میده. اگه نبود میتونید درگ کنین و بندازین. فلشتون هم که وصل باشه حداقل باید 16 گیگ باشه. توجه داشته باشین که تمام فایلاتون که توی فلش هست پاک میشه، چیز اطلاعات مهمی روش نداشته باشین. کانتینیو رو میزنیم. خب اینجا داره در واقع فرمت میکنه و اطلاعات ویندوز رو روی فلشمون کپی میکنه. حالا بسته به سرعت دستگاهتون این پروسه هم یه مقداری زمان بر هستش. تو این قسمت از ما میپرسه که چه مقدار از هارد درایو خودمون رو میخوایم به ویندوز اختصاص بدیم. خب من الان فضای حدود 55 گیگو بهش اختصاص میدم، ولی اگه شما بخواید به طور جدی با ویندوز کار کنید و برنامه‌های خاصی رو روش نصب کنید فضای بیشتری رو نیاز دارین، چون یه چیز حدود 26 گیگ فقط فضای اشغال شده واسه خود ویندوز هستش. با درگ کردن هم میتونین این فضا رو مشخص کنین که چقدر از هارد درایو خودتون رو میخوایم به این فضا اختصاص بدین و دکمه اینستال رو میزنیم و بعد از اون هم یه مقدار بستگی به سرعت سیستم شما یه مقدار طول میکشه. خب نصب ویندوز شروع میشه. انتخاب میکنیم زبان انگلیسی یا هر زبانی که مد نظرمون هست. دکمه اینستال رو میزنیم و وای میسیم تا مرحله بعدی. اگر ویندوزتون نسخه اصلی هستش سریال نامبر رو وارد کنین، اگر که نسخه اصلی رو ندارید مطابق ویدیو انجام بدین. تو مرحله بعدی سیستم عاملی که مد نظرتون هستش، هوم ادیشن باشه حالا یا پرو باشه، هر چیزی که باشه رو انتخاب بکنید و نکست رو بزنید. تیک I accept the license terms هم میزنیم و نکست. حالا اون پارتیشنی که بهش اختصاص دادیم رو انتخاب میکنیم و دوباره دکمه نکست رو میزنیم. نصب ویندوزمون شروع میشه. حالا اینجا هم دوباره بستگی به سیستم داره، یه مدت زمانی رو صرف میکنه تا ویندوز نصب بشه. خب بعد از اینکه ویندوز بالا میاد خودش به طور اتوماتیک بوت کمپ شروع میکنه یه سری درایورها رو نصب میکنه. اگر این اتفاق براتون نیفتاد باید خودتون به صورت دستی این کار رو انجام بدین که بهتون آموزش میدم که چیکار باید بکنید. خب وارد فلش ویندوزتون میشین و بعد از اینکه وارد بوت کمپ شدین یه گزینه ستاپ هستش. اینو خودتون به صورت دستی شروع میکنین به نصب کردن. تمام درایورهای مربوطه براتون نصب میشه. بعد از اتمام نصب بوت کمپ حالا باید اپل سافر آپدیت خودتون رو آپدیت بکنید تا تمام درایورهای مربوطه آپدیت بشن. بعد از اتمام آپدیت کامپیوترتون رو باید ریستارت بکنید.
بعد از ریستارت شدن، برای اینکه مشخص کنید با کدوم سیستم عاملتون شروع بکنید، قبل از اینکه کامپیوترتون بالا بیاد دکمه آپشن یا آلت رو روی کیبوردتون برای چند ثانیه نگه دارین. بعد از اون یه صفحه مشکی ظاهر میشه که مشخص میکنه که میخواین با ویندوز کار بکنید یا با مکتون. برای اینکه به صورت پیش‌فرض یه سیستم عامل همیشه بالا بیاد بعد از ریستارت شدن، بعد برید تو قسمت سیستم پریفرنسز، استارتاپ دیسک، بعد آنلاکش میکنیم. حالا هر کدوم از سیستم عاملایی که مد نظرمون هست رو انتخاب میکنیم و گزینه ریستارت رو میزنیم. بعد از این هر بار سیستم ما ریستارت بشه و خاموش بشه، دفعه بعدی که بخواد بالا بیاد با اون چیزی که ما انتخاب کردیم بالا میادش. حالا سوال پیش میاد که ما چجوری ویندوزمون رو دوباره پاک بکنیم. این هم خیلی راحت هستش. دوباره توی سرچ بوتکمپ اسیستنت رو سرچ میکنیم. بعد از اینکه انتخاب کردیم گزینه کانتینیو رو میزنیم. ریموو ویندوز رو انتخاب میکنیم و کانتینیو. و گزینه ریستور رو میزنیم و کل اطلاعات هاردی که ویندوز روش نصب بود پاک میشه. مرسی عزیزان، تا آموزش بعدی، خداحافظ.